سلام و خوش آمدید بینندگان عزیز به برنامه اخباری آزادی. امروز 20 اکتبر است و در بخش مستقیم شما را با خبرگزاری شو از تاجیکستان و جهان آشنا می‌کنیم. نخست توجه نمایید به سرخط موضوعها. میخواست با دست مهاجر تاجیک از زنش خلاص شود، اما هم خودش بازداشت شد و هم اجراچی فرمایش. اکنون بستریکن تحقیق پرونده را نظارت میکند. دونالد ترامپ به اوکراین تماهافک نداد، اما پیشنهاد کرد که جنگ در این کشور فوراً بس شود. به نظر من جنگ باید فوراً بس شود. در همان خطایی هستند بس کنند. و یکی از چهره‌های برجسته نسل معاصر تاجیک درگذشت. در دوشنبه مراسم ویدو با نویسنده خلقی تاجیکستان کرامت‌الله میرزویف برگزار شد. وزارت امور داخلی تاجیکستان در همکاری با همتایان روسی خود یک گمانبر در حمله به زن در قزان را بازداشت نموده به روسیه سپرده است. کمیته تفتیشاتی میگوید فرد متهم هفته گذشته به زن با کارت حمله نموده، سپس به تاجیکستان فرار میکند. جبر دیده در بیمارخانه بستری شده است. الکساندر بستریکین تحقیق این پرونده جنایتی را زیر نظارتش گرفته، همچنین دو تاجیک دیگر را نیز در این رابطه دستگیر نمودند. موضوع را همکارم میرزا نبی خالقزاده ادامه می‌دهد. رفعت سلطانوف زاده تاجیکستان و گمانبر در سوءقصد به جان همسر یک تاجر قزانی از تاجیکستان به قزان آورده شده است. در این باره خبرگزاری ریالنای وریمیا اطلاع داده است. سوءقصد فرمایش روز 14 اکتبر صورت گرفته است. زاده تاجیکستان که ظاهراً شهروند روسیه نیز هست، به گفته مقامات روسیه به ایرین شویروی 34 ساله در افتاده و گردنش چند دفعه کارد زده، همان شب به تاجیکستان فرار کرده است. وزارت کارهای داخلی روسیه روز 18 اکتبر گفت که رفعت سلطانوف در وطنش یعنی تاجیکستان بازداشت شده، مسئله استردادش در حال بررسی است. بنا به گزارش او را روز 19 اکتبر برای پاسخ دادن در نزد قانون به قزان بازپس فرستادند. مقامات تاجیکستان درباره این پرونده هنوز چیزی نگفتند. رفعت سلطانوف یگانه گمانبر در این سوءقصد نیست و در رابطه با پرونده در تاتارستان 6 نفر را بازداشت کردند. در میان آنها فرمایشگران احتمالی سوءقصد، صاحبکار و شوهر جبردیده ایوان شویروف و خسورش نیز هستند. سردار خدمات امنیتی شرکتی آنها و دو تاجیک تبار شهروند روسیه نیز دستگیر شدند. نشریه روسی زبان ریالنای وریمیا گفته است که فرمایشگران برای انجام سوءقصد و قتل زن بیش از 5 میلیون روبل پاداش وعده کردند. مقامات میگویند که تحقیق این پرونده پرسر و صدا تحت نظارت الکساندر بستریکن، رئیس کمیته تفتیشاتی روسیه و یکی از سیاستمداران مهاجر ستیز روسیه قرار دارد که اکثر وقت مهاجران را به قانون شکنی و جنایتکاری متهم می کند، اگرچه آمار رسمی دیگر چیز را نشان می دهد. رو می‌ریم به موضوعهای دیگر. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفت که آماده است در بوداپشت پایتخت مجارستان با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه ملاقات و درباره قطع جنگ در کشورش گفتگو کند. او در یک مصاحبه با تلویزیون آمریکایی NBC گفت باور ندارد پوتین آماده پایان دادن به این جنگ باشد. بیانیه او در این باره بعد آن صدا داد که دونالد ترامپ از روسیه و از اوکراین خواست جنگ را بس کنند. نظرها درباره این ملاقات و هم جزئیات دیگر در گزارش همکارم طاهری سفر. شوهر من در جبهه اول جنگ است. همه چیز پیچیده است. ما میخواهیم جنگ تمام شود. صمیمانه میگویم همچون مادر 2 فرزند من فقط میخواهم که جنگ تمام شود. برای من مهم نیست چگونه تمام میشود. واکنش یکی از ساکنان کیف به نتیجه های واخوری رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ با همتای اوکراینیش ولادیمیر زلنسکی در واشنگتن در روز جمعه 18 اکتبر. بعد بیشتر از 2 ساعت گفتگو با زلنسکی در کاخ سفید، ترامپ هم از اوکراین و هم از روسیه خواهش کرد جنگ و قتل مردم یکدیگر را بس کنند. من امروز با رئیس جمهور زلنسکی واخوردم و گفتگوی خوبی داشتیم، بسیار صمیمانه. به نظر من جنگ باید فوراً بس شود. در همان خطایی هستند بس کنند. در عکس حال بسیار پیچیده می شود، راه حل آن را هیچگاه نمی یابید. در همان خط نبردی که هستند بس کنند، به خانه برگردند، پیش خانواده هایشان روند، کشتن را بس کنند. تمام. من این را به رئیس جمهور زلنسکی و رئیس جمهور پوتین گفتم.
ولادیمیر زلنسکی در سفر واشنگتن همچنین تلاش کرد برای ادامه مقابله با روسیه اسلحه بیشتر از جمله موشک‌های توماهاوک از آمریکا به دست آورد، اما دونالد ترامپ ظاهراً میل بیشتری به میانجیگری برای صلح دارد و نه انتقال اسلحه بیشتر به اوکراین. دونالد ترامپ که گفت در جنگ روسیه و اوکراین به قدر کافی خون ریختند، افزود که قصد دارد در هفته‌های آینده با ولادیمیر پوتین در شهر بوداپشت پایتخت مجارستان ملاقات کند. هیچ سنه دقیق هنوز اعلان نشده است. روزنامه واشنگتن پست روز 18 اکتبر نوشت که گویا هنگام صحبت تلفنی با دونالد ترامپ در روز 16 اکتبر ولادیمیر پوتین خواسته است اوکراین تمام قلمرو دونتسک، یک منطقه حیاتاً مهم در شرق اوکراین را به روسیه تسلیم کند. قسمی زیاد این منطقه حالا در دست روسیه است. ترامپ این خبر را رد کرد. دونالد ترامپ پس از بازگشت به قدرت وعده داده بود که جنگ روسیه در اوکراین را در مدت کوتاه به پایان میرساند، ولی بعداً گفت این کار وقتی بیشتر میگیرد. در این جنگ که بیشتر از 3.5 سال است ادامه دارد، بنا به گزارش‌ها صدها هزار نفر از هر دو طرف کشته و زخمی شدند. شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. بعد از 2 روز بیماری شب گذشته کرامت الله میرزا نویسنده خلقی تاجیکستان در سن 83 درگذشت. او برنده جایزه دولتی به نام رودکی و از شناخته ترین نویسنده های تاجیک بود. معروف ترین آثار او کتاب های در آرزوی پدر و مرگ بیگناه است که از روی هر دوی آنها فیلم تهیه شده است. همکارانم برادیو صوفی و ارشاد سلیمانی میگویند کرامت الله میرزا طبق وصیتش در وادی حصار به خاک سپریده شد. خلقی ترین، زحمتکش ترین و پرجستجو ترین نویسنده تاجیک، همتایان و شاگردان و اهل ادب و فرهنگ در مراسم ویدا از کرامت الله میرزایف نویسنده خلقی تاجیکستان با این صفتها نام بردند. کرامت الله میرزایف اول گیریم همچون انسان، یک انسان بسیار نیکسریش، نیکبین، خیرخواه، زحمتکش، وطن دوست، همین تمام صفتهای خوبی انسانی میتوان در راستای نامشان ماند. همچون ادیب، همچون نویسنده، من باید بگم که یکی از نویسنده های سیرخواننده ترین در تاجیکستان کرامت الله میرزایف بودند. کرامت الله میرزایف در سن 83 سالگی بعد 2 روز بیماری در زادگاهش دهه نیلکان در کنار دوشنبه درگذشت. مراسم ویدا با این نویسنده با حضور صدها تن از چهره های علم و ادب و سیاست تاجیکستان برگزار شد. با یک کاوش های تحقیق های بدیعی و ادبی و در موضوع های گوناگون و انسان های آفریده او در نسل معاصر ما یک جای نمایان دارد، یک جای نمایان درد ارمان های انسان ها را در هر مرحله زندگی در اثر کرامت الله با رنگ های دیگر، با تابش های دیگر خواننده پیدا میکند. اهل تحقیق کرامت الله میرزایف را نویسنده می‌دانند که یک عمر در دهه در میان مردم زیست و زندگی واقعی همزمانان خود را وارد ادبیات کرد. اثرهای کرامت الله میرزا اثرهایی هستند که مثلا اونها درباره واقعیت امروز، بنابراین اهمیت تعلیم و تربیت بسیار زبانی و مثلا بسیار زبان خوب است، زبانی هست که مثلا زبان شیرین، زبانی است که با زبان زنده خلق آمیزش یافته است. بنابراین من فکر می‌کنم که اثرهای کرامت الله میرزا مخصوصا همون رمان‌ها و قصه های وی ماندگار هستند. کرامت الله میرزایف از کمترین نویسندگان نام برده شد که موضوع جنگ شهروندی تاجیکستان را در چندین اثرهایش واقع بینانه به تصویر کشیده است. لیکن سهمشون در روزنامه یار به حد اون است. سهمشون چه من پیش از من قید کردن
در سود و ثبات جمهوری تاجیکستان کلان است. سهم شد همچون غمخور و سوهای ادب و قربانی ادب خیلی کلان است. کرامت الله میرزایف مؤلف قصه پاویست و رامان‌های درد عشق، نشان زندگی، مرگ بیگناه، در آرزوی پدر و دهها قصه و حکایه های دیگر است که شماری از آنها به سینمای تاجیک نیز ره یافتند. او هم در دوره شوروی و هم در دوره استقلال نوین زحمت نویسندگی را همچون نان حلال خویش پذیرفت و از پشت قلم زندگی کرد و ما با او دوستی دیرینه داشتیم. هم در دوره ژورنالیست و در دوره جمهوریت کار کردنش، هم در دوره نشریات عرفان کار کردنش. این نویسنده سالها در نشریه های گوناگونی تاجیکستان به صفت روزنامه‌نگار و سردبیر کار کرده، زمانی در دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان نیز فعالیت داشته است. بر اساس وصیت خود نویسنده، او در زادگاهش در کنار پدرش ایشان میرزا از شخصیت‌های معروف مذهبی وادی حصار به خاک سپرده شد. هرچند نویسنده های خلقی تاجیکستان را در آرامگاه ویژه شخصیت‌های مهم تاجیکستان لچاب به خاک می‌سپارند. روز دوشنبه درهای مشهورترین و سرخانه پایتخت فرانسه لوور برای سیاحان باز نشدند. بعد از دزدی جواهرات سلطنتی از این موزه، اهل فرانسه وحشت زده شده و یک گروه بزرگ مفتشان جستجوی دزدان را آغاز نموده است. تخمین می شود که صبح یک شنبه 4 مرد نقاب پوش در این دزدی شرکت کردند. 2 نفر به دزدی مشغول شده و 2 کس دیگر در پایان با اسکوترهای آماده منتظر بودند. دزدی تخمینا 7 دقیقه ادامه داشته است. بعداً گروه سوار اسکوترها از موزه فرار کرده است. در این باره همکارم خیرامان بقازاده معلوماتی بیشتر دارد. در فرانسه گروهی عبارت از 60 مفتش در پی بازداشت گروه دزدان جواهرات بی‌نظیر از آثارخانه لوور می باشند. به قول وزارت فرهنگ فرانسه صبح 19 اکتبر در روز روشن گروه متشکلانه دزدان توسط زینه‌پایه برقی داخل بینا شده از گالری اپولو مکان نگهداشت جواهرات سلطنتی فرانسه 8 نگاره بی‌بها و از جمله تاج همسر ناپلئون ملکه فرانسه ماریا لوئیزا را به یغما بردند. شاهدان این حادثه میگویند که اثنای فرار دزدان تاج را که از پاره‌های الماس و دیگر سنگ‌های گرانبها آرا داده شده بود افشاندند و احتمال آن زیان دیده است. خبرگزاری رویترز از کاربرانش نوار این جواهرات را دسترس نمود. دزدی باعث واکنش‌های غضب‌آلود در جامعه فرانسه گردیده، مسئله امنیت مؤسسه‌های فرهنگی را در مرکز توجه قرار داده است. در آثارخانه لوور سال 1911 نقاشی مونالیزا را هم ربوده بودند. بعد از 2 سال تفتیشات معلوم شد که دزدی را یکی از کارمندان موزه تشکیل کرده است. دزد بازداشت و نقاشی بی‌بها به جایش برگردانیده شد. و در شهر یریوان جسد عایشت بویمرود و دختری از چچنستان را پیدا کردند که در پی خشونت خانوادگی روسیه را ترک کرده بود. در این باره پلیس ارمنستان خبر داده است. چند پیش یک فعال حقوق گفت که عایشت بعد آن که برای ملاقات با یک دوگانه‌اش بیرون رفت ناپدید شد. برخی تخمین کردند که شاید دختری فراری را گشته به چچنستان بردند. بویمرود و بویوری یک سازمان عمومی حقوق که به دختران و زنان قفقاز شمالی دستیاری دراز میکند چچنستان را ترک کرده بود. دوستان مهربان، با همین مطلب برنامه اخباری آزادی را به پایان میبریم. چون همیشه خبرهای بیشتر از این را میتوانید در سامانه azadi.org پیدا کنید. اینچنین صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و تیک تاک و فیسبوک در خدمت شما ایزان است. اگر خود شما هم شاهد خبر یا حادثه شدید، لطفاً با رادیو آزادی در میان گذارید. تا فردا خود را احتیاط کنید عزیزان و خدا نگهبان هر یک.